نوروز من 10 ساله ها خیلی زحمت کشیدیم که جهانی شود. نوروز انا همین شب روز برای جامعه جهانی همچون باد و هوا ضرور است. جشن نوروز جشن احیای طبیعت، زنده شدنی از نو طبیعت، زندگی نو. یعنی این خواسته انسان است. طبیعت و انسان باید دوست باشند، باید صلح و ثبات و در وحدت ملی در جهان ملی زیست و زندگی کنند. همین است. نوروز سال نو و همه خرسندی. بینید که در جشن نوروز از کودک خرسان گهوارگی تا کلانسان 100 ساله همه خرسندی میکنند. همه لباسهای ملی ببر میکنند. صرف نظر از دین و مذهب و نژاد و ملت و دیگر همه خرسندی میکنند. نمیگویند، نمیپرسند ملت چیست. همه دسترخوان میگشایند، همه یکدیگر را آغوش میکنند. و بینید که در جشن نوروز، در روز نو، همه از دل و از قلبای خودشان کینه و عداوت را دور میکنند. یعنی دوستی میجویند، پاکی میسازند، پاکی میخواهند، صلح و امانی میخواهند. و آرزوی امید ما شما نیست. کل مردم تاجیکستان هم همین است. دعا میکنند دائم که بگذار سال نو اجدادی فیض و برکت بیارد، صلح و امانی باشد در هر یک خاندان. در نه که هر یک خاندان تاجیک، در هر یک خاندان دنیا.